امروز میخوایم راجع به بحث پرجنجال و حاشیه برانگیز کوک 440 هرتز با هم صحبت کنیم. Hello, it's nice to see you all here. تیک 2. متنم چی بود؟ حتما خیلی راجع به این شنیدین که کوک 432 هرتز یا 438 هرتز فرکانس طبیعت و کوک 440 هرتز فرکانس شیطانه. This is hell. And I am the devil. Good evening. یا خانواده راکفلر گفتن که همه موزیکا رو روی 440 هرتز کوک کنید که مغز آدما رو مختل کنه. فرکانس 440 عدد 4 4 0 با هم دیگه جمع بشه میشه 8. فرکانس 432 عدد 4 3 2 با هم دیگه جمع بشه میشه 9 که نیروی تاریکی تصمیم گرفت، چون قدرت دستشه دیگه، ثروت، مدیا و همه چی دستش بود، گفت آقا باید 440 بشه. یعنی شما گیتار از کارخونه میاد بیرون باید با کوک 440 بیاد بیرون. What the hell are you talking about? کسایی که معتقدن به این نظریات توته اعتقاد دارن که در واقع هدف از این کار اینه که انسان‌ها ضعیف‌تر بشن از لحاظ روحی. Are you f***ing kidding me? و فرکانس اصلی کره زمین، یعنی اون فرکانسی که تمام اجزای کره زمین با یه نظم و ترتیب خاصی دارن با هم دیگه اون ارتعاش انجام میدن، 432 هرتزه. Oh my god. موضوعی که ما امروز داخل این ویدیو بر روی اون بحث خواهیم کرد 440 هرتز خواهد بود، یعنی فرکانس شیطان. What the hell are you talking about? من واقعا نمیدونم این حرفا رو از کجا میارن. حداقل یه منبع برای حرفاتون بیارین. ما ایرانی‌ها اخلاقای باحالی داریم. دقت کردین یه جا تصادف میشه همه میشن افسر کارشناس. تو هر چیزی هر بحثی میشه همه میشن متخصصش. من میدونم. یکی فیزیکدان میشه، یکی زیست شناس میشه، یکی ستاره شناس میشه، یکی دانشمند میشه، یکی هم فضانورد میشه. Are you crazy? و اصلا بدون اینکه منبعی برای این صحبت ها داشته باشن همینجوری فقط نظر میدن. باید بریم یه منبع معتبر پیدا کنیم راجبش مطالعه کنیم. تو این ویدیو قراره اینا رو به صورت اصولی بررسی کنیم. Here I come. فرکانس چیه؟ بعد 440 هرتز چه فرکانسیه؟ ریفرنس کوک 440 یا 432 چیه؟ اون وقت شما میتونین قضاوت کنین که چی درسته چی غلطه. پس همین الان یه سابسکرایب خوشگل به من بده تا به این دعوا پایان بدم. Hi, I'm Mike Tyson. Watch me fight Peter McNeely on Cock Cable. تا آخر ویدیو با من باش. فرکانس صوتی انرژی هست که بر اثر مرتعش شدن ماده به وجود میاد. اینطوری که اگر چیزی ساکن هست و از بیرون خودش یه انرژی بهش وارد میشه باعث ارتعاش اون جسم ساکن میشه و باعث میشه اون هم از خودش انرژی یا همون ارتعاش تولید کنه. این تصویر مثال خوبیه که بهتر تولید ارتعاش رو درک کنیم. اگر آب رو یه جسم ساکن در نظر بگیریم با افتادن یه قطره روی سطح آب باعث تولید موج میشه. در واقع برخورد این دوتا جسم به همدیگه انرژی جدیدی رو تولید میکنه. یا مثلا برخورد کف دستامون به همدیگه باعث مرتعش شدن میشه و یه انرژی رو تولید میکنه. ارتعاشات فرکانسی همه جا وجود دارن. وقتی انرژی ارتعاشی تولید میشه این انرژی از طریق مولکولای هوا به همدیگه منتقل میشن و به گوش ما میرسن و اینجوریه که ما میتونیم فرکانس رو درک کنیم. واحد اندازه‌گیری فرکانس هرتز هست. هاینریش هرتز فیزیکدان آلمانی توی قرن 19 تونست وجود امواج الکترومغناطیسی رو ثابت کنه. به خاطر همین هم به احترام هاینریش هرتز واحد اندازه‌گیری فرکانس رو هرتز گذاشتن. عدد فرکانسی به معنی تعداد ارتعاشات توی 1 ثانیه هست. یعنی وقتی ما میگیم 1 هرتز منظور یک ارتعاش فرکانسی یک سیکل کامل در 1 ثانیه هست. هر عددی جلوی این بیاد به معنی اون تعداد ارتعاشات توی 1 ثانیه هست. مثلا اگر من میگم 440 هرتز یعنی 440 رفت و آمد یا همون سیکل ارتعاشی توی 1 ثانیه.
این از تعریف فرکانس صوتی. قراره به صورت علمی و فیزیکال با همدیگه اصلا گوش کنیم که ببینیم 440 هرتز چیه، 432 هرتز چیه. Come on, let's do this. خب الان بریم تک فرکانس 432 هرتز رو به صورت موج سینوسی گوش کنیم. حالا به همین صورت میریم 440 هرتز رو گوش کنیم. باز از اول میریم سراغ 432. « 440 » حالا ازتون میخوام خیلی با دقت تفاوت 432 و 440 رو کنار هم گوش کنید. اول 440، حالا 432. خوب دقت کنید. همونطور که گفتیم این ریفرنس کوک ما هست، یعنی نوت لا یا همون ای اکتاو چهارم روی این فرکانس ست میشه و اکتاوای زیرتر یا همون بالاتر به اضافه خودش میشن و اکتاوای بمترشون نصف خودش میشن. بقیه نوتا هم به نسبت ریفرنس کوک بین این اکتاوا تقسیم میشن. برای اینکه کامل متوجه بشین یک اکتاو بعد و قبل هر ریفرنس کوک رو به صورت تک فرکانس با هم میشنویم. ریفرنس 440 هرتز، ریفرنس 432 هرتز، این هم از داستان فرکانس 440 و 432 هرتز. حالا بریم با هم دیگه ببینیم داستان ریفرنس کوک موزیک چیه دقیقاً. با گیتار میخوایم یه قطعه رو روی ریفرنس کوک 432 هرتز بزنیم. اولین کاری که میکنم میام ریفرنس تیونرم رو روی 432 هرتز ست میکنم. همه سیم ها رو دونه دونه روی این ریفرنس کوک میکنم. میریم پلی کنیم، گوش کنیم. حالا ریفرنس تیونر رو از 432 هرتز به 440 هرتز عوض میکنیم. دوباره همه سیم ها رو این دفعه روی ریفرنس 440 کوک میکنیم. همون قطعه رو پلی میکنیم. حالا این دوتا قطعه که فقط توی ریفرنس کوک با هم فرق دارن رو مقایسه میکنیم.
حالا این که میگن 440 هرتز شیطانه، اون فرکانس شیطانه یا این فرکانس طبیعته، من نمیدونم، قضاوتش با شما. من منابع حرف خودم رو توی کپشن یا توی لینک بالا میذارم، برین بخونین. البته این منبع نه، این منبع. Welcome to hell! از این ویدیو به بعد اینو میدونی که نباید به هر حرفی اعتماد کنی. جواب هر سوالی که راجع به ریفرنس کوک داری بهت داد. Oh my God! همین الان پیج منو سابسکرایب کن. قرار مطالب علمی زیادی رو با هم دیگه کار کنیم و بررسی کنیم. And I'll catch you all later at the barbecue. Bye.